خب آخه ازدواج که ترس نداره. خانم شیرزاد شما واقعا فکر میکنین اگر چیزی نگین اتفاق خاصی میفته؟ من این حرف شما رو توهین به خودم تلقی میکنم آقای محترم و بهتون هشدار میدم که عواقب این توهین ها رو در نظر داشته باشید. چیه تو اینا رو؟ عواقبشون رو. خانم عواقب ایوا نه عواقب چیه؟ عواقب؟ آقای دکتر مگه عواقب نیست؟ نه خیر خانم شیرزاد عواقب درسته. مطمئنی؟ ولی عواقب درسته. یک کلمه من گفتم عواقب بگین چشم. چی؟ عواقب؟ من گفتم عقابه. اونی که من گفتم. نه من گفتم عواقب. خب اینه که من گفت. خیلی خوب حالا یک کلمه بوابق که دیگه اینقدر جربس کردن نداره. نوابقه. نوابق نیست قواببه. به جان مادرم من موندم این چرا تا حالا زیر ماشین نرفته. یه تحمل این توهین ها رو کدوم ندارم. تو اینا؟ اصلا که با تو حرف زد؟ شما با من حرف نزدید؟ شما نبودین که به من گفتین من چطور تا حالا نرفتم زیر لاستیک ماشین؟ که ما نیم ساعت پیش بود. واقعا؟ بله. حالا به هر حال کمتان نکنید. چی نکنی؟ کمتان درست نیست؟ درست. بله همون که امتحان درست.